میتونم کمکتون کنم؟ اتفاقی افتاده؟ نه مهم نیست. چند وقته؟ چی چند وقته؟ ببخشید قصد فضولی نداشتم. بلند بلند صحبت کردید شنیدم. وقتی بگه میاد میاد. ببخشید دیر شده، باید برم. اگه خلوت تموم شده برسونم. کرایه هم نمیگیرم، قبلا دادی. توریستی؟ مواظب باش. شب و اینجا مونی یا برمیگردی؟ چطور؟ یه سویتی هست کرایه‌ش هم مناسبه. گفتم اگه میمونی به دوستم بگم کرایه‌اش نده. بگو نده. سلام. سلام. بیویم درست کرده. انگشتات هم میخوری. چی هست حالا این همه تعریفش رو میکنی؟ هواری چکومه. میدونی چیه؟ اگه مامانم بفهمه با تو هم گیسامو میبره. تو عقد کرده منی. خب اون نمیتونه ممانعت کنه. رسم فاروق.
تو جزیره رسم اینه. خب رسم غلطیه. برای چی میخندی؟ اگه قرار مقابل رسمای غلط وایساد، پس تو چرا واسه این مروارید هفتم اینقدر پافشاری میکنی؟ آها، کی گفته آوردن 7 تا مروارید؟ اونم برای عروس جزیره رسم غلطیه ها؟ پس چرا نگفتن 6 تا؟ خب همین 7 میشه که مردو از نامرد جدا میکنه. پس کی گفته هیش کردن رسم غلطیه؟ اگه اینجوری بود خب میگفتن هر کی بعد از عقد بره سر خونه زندگیش. حتما هیش یه حکمتی داره. تو چی میخوای بگی؟ میخوام بگم تفسیر به رأی نکن. هر جا به نفعته بگی این رسم و رسومات غلطه و هر جا به ضررته بگی انجام ندم نامردم. حالا خودتو ناراحت نکن. آره، باید مقابل خیلی از رسمای غلط ایستاد. حواری چکمک میخوری؟ به چی میخندی؟ حواری میخوری یا نه؟ اگه دوست داری برم چیزی بگیرم. نه میخورم، خیلی هم دوست دارم. شمارمو که داری، مشکل چیزی داشتی زنگ بزن. کارت شناسایی چیزی نمیخوای؟ همینجوری اعتماد میکنی؟ اینجا جزیره است، جایی نمیتونی بری. ولی من قبلا یه بار از این جزیره در رفتم. به کسی هم بدهکار بودی؟ اگه بدهکار بودی نمیتونستی جزیره رو ترک کنی. تو جزیره نامرد کم پیدا میشه، این رسم قدیمیه. اگه بری منم همون کاری میکنم که افخواهرون کردن. که افسانه است مروارید. مروارید نکنه واقعا تو به افخواهرون اعتقاد داری ها؟ اعتقاد داری؟ مثلا کاری که تو میخوای بکنی چیه؟ وفای به عهد، همین. کدوم عهد؟ من عروسک نیستم که به خاطر من 7 مروارید بیاری و خلاص. این تویی که تو افسانه ای، نه من. دوباره شروع کردی؟ تو رو خدا تمومش کن، بسه دیگه، بسه. به خاطر منه؟ ها؟ به خاطر منه؟ تمومش کن، تو رو خدا تمومش کن. دیگه به چه زبونی بهت بگم؟ خودم گفتم، مامانم گفت، بابا اومد با بابات حرف زد. نذار هر موقع میام به دریا نگاه میکنم گوشت تنم آب بشه. نذار با هر جزر و مدی نصف جون بشم. تو دیگه تنها نیستی. فکر نمی کنی یکم به خاطر قهرمان بازی خودته؟ یکم نسبت به ما حس مسئولیت داشته باشه. اگه رفتی و خدایی نکرده اتفاقی برات افتاد، من چیکار کنم با این؟ سلیمان، تا کی باید یکی بچه هامو فدای این رسم کنم؟ میخوام نباشه این رسم. این یه رسم قدیمیه زینب، نمیشه ازش تخطی کرد. آخه کی به غیر از خودت تونست این رسم تا آخرش بره؟ چند تا جوان دیگه باید بابت این رسم جونشون از دست بدن. مگه خودتو جنازه برادر خدا بیامرز عذاب نگرفتی؟ مگه اون خدا بیامرز 6 تا جمع نکرده بود؟ اصلا این هفتمی چه کوفتیه که همه به خاطرش جونشون از دست میدن؟
عبدالله سر پرشوری بس دیگه. پشت هر رسمی باید منطقی وجود داشته باشه، نه تعصب و جهل. آخه این رسم از کجا اومده که هیچ کس ازش خبر نداره؟ چرا فقط داره دامن خانواده منو میگیره؟ خدایا دارم تاوان چه گناهی رو پس میدم که از اول جوونیم عزیزام دارن جوون مرگ میشن. زبون به کام بگیر ضعیفه.